واتقوا الله إن الله شديد العقاب. به نام الله بخشنده مهربان و درود و سلام فراوان بر محمد بن عبدالله سید الانام و بر آل و اصحاب او و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز بینندگان شبکه جهانی وصال حق. در قسمت 34 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی قرار داریم. در قسمت گذشته شروع کرده بودیم با باب شروط نماز، از ابواب نماز، درباره شروط نماز و در مورد معنای مفهوم شرط، اینکه شرط چه مفهوم دارد و شروط نماز چه مفهوم دارد و همچنان شروط نماز را من حیث اجمالی خدمتتان بیان کردم و همچنین آغاز کرده بودیم به شرط اول که وضو کردن و یا پاک کردن نمازگزار که باید خود را از ناپاکی صغیر و کبیر، خرد و ریزه و کلان خود را پاک بکند توسط وضو کردن و یا توسط غسل کردن. و این شرط اول را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم و همچنین شرط دوم که پت کردن عورت بود، ستر عورت بود که عورت مرد از کجا تا به کجاست و عورت زن از کجا تا به کجا و باید مرد و یا زن در نماز عورت خود را پنهان بکنه و پنهان کردن عورت یا ستر عورت از جمله شروط نماز است. این را هم در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما در درس گذشته بیان کردم و در این قسمت از درس‌ها، سلسله درس‌های ما، شرط سوم که او پاک کردن جسم و کالا و جای نماز است خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله بیان میکنم. و طهارت و پاکی به شکل عام و با ویژه در نماز که ستون دین است، در نصوص شریعت اسلامی، در نصوص قرآن کریم و در نصوص احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر این امر تأکید زیاد شده. از جمله آیه سوره مدثر که از جمله آیات اوائل بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که در ابتدای نزول وحی این آیات بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده بود که الله متعال به ایشان امر فرموده میفرماید که و ثیابک فطهر، ای رسول خدا تو کالای خود را پاک داشته باش. و این عام است در تمام امور زندگی و با ویژه در نماز که او اساس دین است و ستون دین است. و همچنین در آیه دیگری الله متعال میفرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدم، ای اولاد ای آدم، شما زینت خود را در وقت نماز با خود بگیرید، به این معنی که لباس زینت خود را در وقت نماز بپوشید. و لباس زینت شامل لباسی می شود که ساتر عورت باشه، عورت انسان را پت بکنه و همچنین شامل لباسی می شود که نظیف و پاک بوده باشد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پاکی و نظافت را نصف ایمان خواندند. حدیثی که امام مسلم و امام احمد رحمهم الله روایت میکند که پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الطهور شطر الایمان، پاکی نصفی از ایمان است. پس مادامی که پاکی نصفی از ایمان است، انسان باید در تمام امور زندگی این امر را مراعات کند و ویژه در نماز که ستون دین است
و بدون پاکی که شرط نماز است، بدون از اون نماز درست نمیشه. وقتی که نماز درست نشد، اسلام انسان، ایمان انسان ناقص میگرده و ایمان انسان تکمیل، اسلام انسان مسلمان تکمیل نمیشه، چون پایه اساسی اسلام بعد از شهادتین نماز است. وقتی که نماز درست نشد، دیگر هیچ عمل انسان مورد قبول درگاه الله متعال قرار نمیگیره. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی بر این امر تاکید فرمودند. از جمله حدیثی است که او را ابو داود رحمت الله علیه و همچنین امام احمد و امام ابن خزیمه رحمهم الله از صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. و این حدیث به شکل مختصر هم در بعضی روایت ها آمده و در بعضی روایت ها به شکل مطول و دراز آمده که رسول صحابه کرام فرمودند که ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز نماز خواندیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که پاپوش ها و نعلینشان در پای مبارکشان بود به ما نماز دادند، پیش نماز شدند و ما هم در این حالت، در حالتی که پاپوش های ما در پای ما بود، نعال ما در پای ما بود، ما نماز خواندیم و در اثنای نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پاپوش های خود را از پاهای مبارکشان بیرون کردند و چون ما دیدیم که رسول اکرم این کار را کردند، ما هم این کار را کردیم، یعنی ما هم پاپوش های خود را از پای خود بیرون کردیم. و بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز فارغ شدند، سلام دادند، به صحابه کرام فرمودند که چه چیز باعث شد که شما این کار را کردید؟ چه چیز باعث شد که شما پاپوش های خود را در وقت نماز از پای خود بیرون کردید؟ صحابه کرام فرمودند که چون ما شما را دیدیم که در اثنای نماز پاپوش های خود را از پای خود بیرون کردین، ما هم این کار را کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که چون جبرائیل علیه السلام در وقت نماز به من خبر داد که در پاپوش های شما نجاستی است، لذا من پاپوش های خود را از پای خود بیرون کردم. و بعد از او فرمودند که اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، وقتی که یکی از شما وارد مسجد میشه، برای ادای نماز استاد میشه، فلینظر، باید در کالا و لباس در جای خود بنگره، باید ببینه که در لباسی از او، در جای نمازی از او، در جسمی از او نجاستی نباشه. فإن رأى في نعلیه اذى او قذرا، اگر در نعلین خود، در پاپوش های خود کدام نجاست و ناپاکی را دید، فلیمسحه، باید او را پاک بکنه. و در روایت دیگری است که فلیمسحه بالارض، باید او را در توسط زمین پاک بکنه، یعنی او را در زمین بشقه و در توسط خاک او را پاک شود. ولی یصلی فیهما، و میتوند که بعد از او در پاپوش ها نماز بخونه و در حالی که پاپوش ها در پایش است نماز بخونه. و با مفهوم همین حدیث احادیث دیگری هم آمده، از جمله حدیثی که امام حاکم نیشاپوری از انس بن مالک روایت میکند و همچنین امام بیهقی از ابن مسعود روایت میکند که همین مفهوم میته که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردند که وقتی که انسان مسلمان وارد نماز میشه، باید اولا متوجه جسم خود، متوجه کالای خود و متوجه جای نماز خود شود و او را پیش از اینکه وارد نماز میشه باید این چیزها را پاک بکنه و در حال پاکی وارد نماز بگرده. و این حدیث ابو سعید خدری اولا دلالت به این میکند که انسان که پاک کردن لباس، پاک کردن جسم و پاک کردن جای نماز شرط صحت نماز است و بدون پاک کردن این چیزها نماز درست نمیشه. و همچنین دلالت به این میکند که وقتی که انسان وارد نماز میشه و بعد از اون متوجه میشه که در جسمی از او و یا در کالای از او و یا در نعلینی از او و یا در جای نمازی از او نجاستی است، میتواند که در هنگام نماز تغییر بدهد. مثلا اگر در جای نمازش نجاستی باشه، میشد که جای نماز خود را تغییر بدهد و نماز خود را ادامه بدهد. اگر در نعلینش نجاستی است، میتواند که نعلین خود را بیرون بکنه و نماز خود را ادامه بدهد. و اگر در لباسی از او نجاستی است، اگر به شکلی باشد که لباس خود را دور کنه و عورتی از او با این ظاهر نشود، میتواند که این کار را بکنه. و اما اگر به شکلی باشد که
با دور کردن لباس نجس عورت از او مکشوف میگرده، ظاهر با این میشود، در او صورت از نماز بیرون میشه و لباس خود را پاک میکنه و بعد از او دوباره وارد نماز میگردد. و همچنین این حدیث ابو سعید خدری دلالت به این میکند که انسان میتواند که در پاپوشهای خود نماز بخواند در صورتی که پاک بوده باشد، همچنان که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه کرام نماز خواندند. و حدیث دیگری هم در صحیحین، در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده از صحابی جلیل قدر سعید بن زید که ایشان فرمودند سألت انسا، ما از حضرت انس پرسیدم کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فی نعلیه، آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در پاپوش‌های خود نماز می‌خواندند؟ این در حالتی که پاپوش‌ها در پای مبارکشان به نماز می‌خواندند. حضرت انس رضی الله عنه فرمودند که نعم، بله، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را می‌کردند. و احادیث دیگری هم در این مورد آمده که انسان باید متوجه کالا و جای نماز و جسم خود بوده باشد و اگر در کالای از او یا در جسم از او نجاستی بوده باشد باید او را پاک بکنه. از جمله حدیثی است که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا وطئ احدکم الاذى بخفیه فطهورهما التراب. این حدیث را هم ابو داود و ابن حبان رحمهم الله روایت میکنند. و مفهوم حدیث این است که وقتی که یکی از شما در راه میروه و در پاپوش‌های از او نجاستی اصابت میکنه و با خاک میتونه که او را با خاک بشقه و خاک سبب طهارت و پاکی از او بگرده و بعد از او میتونه که با او نماز بخواند. و همچنین در مورد کالا و لباس حدیث دیگری ابو داود و امام ترمذی و ابن ماجه رحمت الله علیهم روایت میکنند از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها که ایشان فرمودند سألت النبی صلی الله علیه و سلم، ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم انی امرأة اطیل ذیلی و امشی فی المکان القدر، ما خانمی هستم که کالای دراز میپوشم و در راه میرم که در راه ما نجاست است. فقال یطهره ما بعده، وقتی که در راه میری که او نجاست است و کالای تو به نجاست اصابت میکند، او نجاست را بعد از او جای نجس، جای پاک دیگر که میآید، خاک پاک میآید توسط از او پاک میشه. وقتی که اثری از او از کالای تو توسط خاک دور میشه، کالای تو پاک میشه. بنابراین احادیث عده از فقها از جمله امام اوزاعی و امام نخعی و بعضی از فقهای دیگر عمل نمودند و فرمودند که وقتی که در کالای انسان و یا در نعلین انسان نجاست و ناپاکی اصابت میکند و توسط خاک شقیدن بر روی زمین یا اینکه خاک او را از بین میبره، اثری از او را، کالای از او پاک میشه و حاجت به شستن نیست. اما عده از فقهای دیگر از جمله امام شافعی رحمت الله علیه فرق کردن در بین نجاست وقتی که تر بوده باشه و در بین نجاستی که خشک بوده باشه و فرمودن که این احادیث در مورد نجاست هایی است که خشک بوده باشه، وقتی که در کالای انسان میزنه و خاک او را از بین میبره و اثری از او نمیمانه، این خاک در اون صورت پاک کننده نجاست است. اما در صورتی که نجاست تر بوده باشد در کالای انسان بزنه، خاک نمیتونه که اثری از او را از بین ببره، لذا باید شسته شود. و به شستن در احادیث دیگری هم تأکید شده، از جمله حدیث است که امام احمد و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه را روایت میکنند. امام احمد و امام ابن ماجه رحمت الله علیه از صحابی جلیل قدر جابر بن سمره روایت میکنند که ایشان فرمودند سمعت رجلا سأل النبی صلی الله علیه و سلم، شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید و ما او را شنیدم، اصلی فی الثوب الذی آتی فیه اهلی، ای رسول خدا، ای رسول الله، آیا ما میتونم که در کالایی که با خانم خود پیش میشم در او کالا نماز بخوانم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نعم الا ان ترى فیه شیئا فتغسله، بله میتونی که در او کالا نماز بخوانی مگر اینکه در او کالا اگر نجاستی اصابت کند، منی اصابت کند و یا مزی و یا نجاستی دیگری اصابت کند، در او صورت باید او کالا شسته شود و بعد از شستن با او کالا میتونه که تو نماز بخوانی. لذا از مجموع این احادیث علما، جمهور علما به این نتیجه رسیدند که پاک کردن لباس و پاک کردن جای نماز و پاک کردن جسم در وقت نماز پیش از آغاز نماز شرط صحت نماز است و اگر جسم انسان
کالای انسان، جای نماز انسان نجس بوده باشد، باید او پاک شود و پاک کردن نجاست اولا و بهتر است که با آب شود و اگر نجاست چیزی خشکی بوده باشه میتونه که او را با خاک شقیدن در زمین و یا خاک پاک کنی، اما اگر نجاست تر بوده باشد و اثری از او با شقیدن در زمین نرود باید او شسته شود و با شستن پاک شود و بعد از اینکه پاک شد جای نمازت و همچنین کالایت و جسم و بعد از او میتونید که وارد نماز شوی و این رأی جمهور علماست و بعضی از علما نظرشان است که طهارت جسم و طهارت لباس و طهارت جای نماز شرط نماز نیست بلکه واجب است در نماز، یعنی قبل از که شروع به این چیزها میکنی باید جای نماز خود را واجب است که جای نماز خود را و کالای خود را و جسم خود را پاک کنی، اما جمهور علما میگن شرط است، اگر این تحقق پیدا نکرد پس نماز تو صحت پیدا نمیکنه، باید نماز خود را دوباره اعاده کنی و ان شاء الله بعد از دیدن یک میانه برنامه دوباره خدمت شما هستم با دیگر احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در این باب با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة قد سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را در حالی که 7 ساله هستند به نماز خواندن امر کنید و چون در 10 سالگی نماز نخواندند آنها را به آرامی تنبیه بدنی کنید و بسترهایشان را از یکدیگر جدا سازید. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. در قسمت اول این برنامه گفتیم که از جمله شروط صحت نماز این است که انسان باید جسم خود را، لباس و کالای خود را و همچنین جای نماز خود را از نجاست ها و ناپالیدی ها پاک بکنه و اگر در جسمی از او، در کالای از او، در جای نمازی از او پلیدی بوده باشد، نجاستی بوده باشد، نماز از او درست نمیشه و باید جسم خود را، کالای خود را و جای نماز خود را پاک کنه و بعد از او وارد نماز بگرده و احادیثی در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض کردم و بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث دیگری از خواندن نماز در جاهایی که در اونجا غالبا نجاست می باشد، انسان اگر در اونجا نماز بخواند کالای از او یا جسمی از او نجس میشه، از اون نماز خواندن در آن جاها منع نمودند. از جمله حدیث است که امام ترمذی رحمت الله علیه از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما پسر امیر المؤمنین عبدالله پسر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنهما روایت میکند که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى ان يصلى في 7 مواطن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن در 7 جای منع کردند. در 7 جای صحابه کرام را از نماز خواندن منع کردند که آنها المزبله و المجزره، که اولش مزبله است، جای زباله دانی، جای کثافت دانی، جایی که در اونجا مردم ها کثافت ها و زباله های خود را می اندازند، چون در اونجا وقتی که نماز می خوانید در قاط کثافت ها نماز می خوانید و در اون کثافت دانی ها کالای تو بی نماز میشه و جای نماز تو بی نماز است، لذا نماز در اونجا درست نیست. و جای دوم المجزره، جایی که کشتارگاه است، جایی که در اونجا مردم
حیوانات خود را میکشند، گوسفند، گاو و شترهای خود را میکشند و در اونجا هم نماز خواندن درست نیست، چون خونی که از گردن، از رگ گردن بیرون میشه خون نجس است و در او زمین اصابت کرده می باشه و او زمین ناپاک است و نماز خواندن در اونجا درست نیست. و همچنین انسان وقتی در اونجا نماز میخونه خون در کالای انسان اصابت میکنه و کالای از او هم به نماز میشه، لذا در اونجا هم نماز خواندن درست نیست. و جای سوم المقبره، در مقبره هم نماز خواندن درست نیست، چون وقتی که انسان در قبرستان نماز میخونه به این معنا که به طرف قبر سجده میکنه و این یک نوع عبادت غیر الله است. لذا به خاطر سد ذریعه، به خاطر که انسان جانب توحید را مراعات کرده باشه، درست نیست که در مقبره، در قبرستان نماز بخونه. و جای چهارم مقارعه الطریق، در وسط راهی که مردم در راه میروند، در اونجا هم نماز خواندن درست نیست، چون وقتی که راه عام است در اونجا مردم راه میره، احتمال از است که نجس بوده باشه، لذا درست نیست. و همچنان وقتی که در راه عام انسان نماز میخوانه، انسان نمیتونه که خشوع و خضوعی که مطلوب است او را مراعات بکنه و انسان در اوجا به ذهن انسان مشوش میگرده، لذا در اوجا هم نماز خواندن درست نیست. و همچنین اذیت میکنه به مردم، چون مردم وقتی که در راه عام نماز میخوانه مردم اذیت میشن، چون راه مردم است، راه رفت مردم است. و الحمام، جای پنجم حمام است، در حمامات هم نماز خواندن درست نیست، چون حمام هم جای کثافت و نجاست است، جایی است که احتمال از است که در اونجا نجاست اصابت کرده باشه، لذا در اونجا هم نماز خواندن درست نیست. و ششم و معاطن الابل، جاهایی که شترها برای خواب کردن در آنجا می آیند، این جای خواب کردن شترها و جایی که شترها خواب میکنند آنجا هم پاروهای از او و پیشابی از او در اونجا اصابت کرده می باشه، لذا در اونجا هم نماز خواندن درست نیست. و همچنین در حدیث دیگری است که معاطن الابل، جای خوابگاه شترها جای شیاطین است، جایی است که شیاطین در اونجا زندگی میکنند، لذا از او خاطر هم در اونجا نماز خواندن درست نیست. و جای هفتم و فوق ظهر بیت الله، بالای کعبه شریف و در بالای کعبه شریف نماز خواندن درست نیست، به خاطر از اینکه در اونجا انسان وقتی که در بالای کعبه نماز میخوانه به متوجه قبله نمی باشه، چون بالای کعبه وقتی نماز میخوانی هیچ طرف تو قبله شده نمیتونه، لذا تو بر غیر قبله نماز میخوانی، لذا نماز خواندن در بالای کعبه هم درست نیست. و این حدیث را گفتیم امام ترمذی روایت میکند و شواهد دیگری هم در روایت های دیگری هم آمده که این حدیث را قوت میبخشه. و گفتیم که سبب نهی در این حدیث غیر از بالای کعبه و غیر از قبرستان در دیگر جاها همیست که جاهای نجاست است و پاک کردن از نجاست، از تمام نجاست ها قبل از شروع نماز مطلوب است و شرط نماز است، لذا در این جاها پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن نهی کردند. و اما بالای کعبه شریف گفتن در اینجا چون انسان وقتی که نماز میخوانه روبروی قبله نمی باشه، لذا نماز خواندن درست نیست. و قبرستان چون که در آنجا مخالف توحید است، مخالف یگانگی الله متعال است، وقتی که انسان در قبرستان نماز میخوانه مثل ازی که به طرف قبر نماز خوانده باشه و در این یک نوع عبادت غیر الله است، لذا نماز خواندن در قبرستان هم درست نیست. و در احادیث دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد نهی آمده، منع آمده که انسان باید در قبرستان نماز نخوانه. حدیثی که امام مسلم از صحابی جلیل القدر مرثد الغنوی، ابی مرثد الغنوی روایت میکند. ابو مرثد الغنوی که از جمله صحابه جلیل القدر بود و خودش و پدرش در ابتدای اسلام مسلمان شده بودند و در غزوه بدر هم شرکت کردند و در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی غزوات به نام غزوه الرجیع شهید شدند. این صحابی جلیل القدر روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیها، شما به طرف قبر نماز نخوانید و در بالای قبرستان ننشینید. این حدیث را هم امام مسلم روایت میکند و احادیث دیگری هم در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. از جمله حدیثی است که اصحاب سنن غیر از نسائی یعنی سنن ابو داود و سنن امام ترمذی
و سنن ابن ماجه روایت میکنن از صحابی جلیل القدر ابی سعید خدری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. زمین، همه جای زمین مسجد است. میتونه که انسان در هر جای زمین نماز بخونه مگر در مقبره، در قبرستان، در ادیره و همچنین در حمام نمیتونه که در اینجا نماز بخونه. و این احادیث همچنانه که امام ابن حزم رحمت الله علیه تصریح نمودن که احادیث نهی در قبرستان، نماز خواندن در قبرستان به شکل مشهور متواتر روایت شده و ترک از او بر هیچ کسی درست نیست که این احادیث را ترک کنه و در قبرستان نماز بخوانه. لذا در نماز خواندن در قبرستان مورد اتفاق علما است که در قبرستان نماز خواندن درست نیست. و اما در مورد نشستن در بالای قبرستان که در قسمت آخری حدیث آمد ولا تجلسوا علیها، گفتم قسمت اول که نماز خواندن در قبرستان این مورد اتفاق علماست، چنانکه که ابن حزم اتفاق علما را نقل میکنه و میگه که این احادیث متواتر و مشهور از رسول اکرم صلی الله علیه و در این مورد روایت شده و علما با این اتفاق دارن که در قبرستان نماز خواندن درست نیست. اما نشستن در بالای قبرستان که ولا تجلسوا علیها در قسمت آخری حدیث آمده، این مورد اختلاف علماست. بعضی علما نظر به این حدیث گفتن که نشستن در بالای قبرستان بدون ضرورت حرام است و درست نیست، چون حدیث دیگری هم امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لأن یجلس احدکم علی جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من ان یجلس علی قبر. اگر یکی از شما درباره قوق از آتش می نشینه و قوق آتش کالای از او را اصابت میکنه تا که به جسم از او میرسه و جسم از او را میسوزانه، بهتر است از این که درباره قبرستان درباره قبرها رفته بنشیند. لذا این وعید شدید دلالت به این میکند که نشستن درباره قبرستان حرام است بنا به قول علمایی که به ظاهر حدیث دلیل گرفتن. و عده از علما از جمله امام مالک رحمت الله علیه قولشان بر این است که این حدیث دلالت بر تحریم نمیکنه و مراد از این حدیث نشستن برای قضای حاجت است. یعنی وقتی که انسان در قبرستان برای قضای حاجت می نشیند این حرام است، درست نیست. اما به شکل عادی اگر می نشیند اشکالی نداره. و احناف، امام ابو حنیفه و علمای دیگری نظرشان، امام اوزاعی و امام ثوری و بیشترین علما نظرشان این است که این احادیث دلالت بر تحریم نمیکنه بلکه دلالت بر کراهیت میکنه که مکروه است که انسان در بالای قبرستان بنشینه و اما حرام نیست. اما نماز خواندن در بالای قبرستان یا به طرف قبرستان با اتفاق علمای اهل سنت جایز نیست و درست نیست که انسان در بالای قبرستان یا به طرف قبر نماز بخوانه. و این قسمتی از برنامه ما در اینجا خاتمه می‌یابد. تا به قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.